به اجازت وزارت دانشجویان را به مارشировка جلب نکنید. به همین مضمون روز قبل وزارت معارف و علم تاجیکستان دستور صادر کرده به تمامی مکتب‌های عالی و دانشگاه‌های کشور برای اجرا فرستاده است. در دستوری که با امضای وزیر معارف نوریدین سعید ارسال شده است گفته می شود من بعد بدون اجازه وزارت دانشجویان را به چاره‌بینی‌های فرهنگی، فراغتی و سیاسی سفربر نکنند. همکارم عبدالله اشورов به آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. چرا یک بار چنین دستور صادر شد؟ چون تا به حال وزارت از درستی جلب دانشجویان به مارشировка جانبداری میکرد. سلام شهلا، بله واقعا همینطور بود، اما از متن دستوری که نسخهش به دست ما نیز رسید برمیآید که این امر به خاطر بهبود بخشیدن بر روند تعلیم گرفته شده است. در آن از جمله گفته می شود که وزارت معارف تاجیکستان جهتی بهتر به راه ماندن روند تعلیم و تربیت و بالا بردن صفت تعلیم در مؤسسه های عالی، کسبی و دانشگاه ها به آنها دستور می دهد که جلب و اشتراک دانشجویان مؤسسه های تعلیمی را در همه گونه چاره‌بینی های فرهنگی، فراغتی و حتی سیاسی فارغ از وقت تحصیل و تنها با اجازت وزارت معارف براه مانند. چندی از رهبران مکتب‌های عالی و مأموریت دانشگاه‌ها در صحبت با ما گفتند که این دستور وزارت را گرفتند و از این روز طلبات آن را به اینابت می‌گیرند. تو به حال دانشجویان پس در کدام اساس به مارشировка جلب می‌شدند عبدالله و شماره آنها معمولاً چقدر را تشکیل می‌داد؟ با گفته همصحبتان ما شهلا که در از ماموریت‌های دانشگاه‌ها بودند تا کنون آنها با درخواست مقامات شهر و ناحیه‌ها دانشجویان را برای شرکت در معرکه‌های عمومی و فرهنگی و سیاسی که در میان جوانان با نام مارشировка معروف است سفربر می‌کردند و از وزارت اجازت مخصوصی نمی‌پرسیدند. مارشировка با شرکت دانشجویان در تاجیکستان هفته‌ها قبل از جشن‌های نوروز، روز وحدت، استقلالیت دایر می شود و گاه تا 1-2 ماه طول می کشند. در این گونه معرکه ها معمولا تا 50-60 هزار نفر دانشجویان از همه گونه مکتب های عالی سفربر می شوند. هرچند برخی از والدان می گویند بیشتری وقتی تعلیمی دانشجویان صرف مارشировка ها شده به جریان تعلیم خلل وارد می کند و با ختم دانشگاه آنها متخصصی خوبی ساحه خود شدن نمی توانند. دانشجویان هم که در سالهای آخر تحصیل می کنند می گویند دوام سال 4-5 بار در یک سال در راهپیمایی و برنامه‌های جشنی شرکت می‌کنند و در این مدت از تحصیل در کنار می‌مانند که خوب نیست. بله، پس حالا این دانش آموزان آهسته سبک می‌کشند. تشکر عبدالله برای این صحبت.